برگزاری آیین سنتی چینی‌ها در کنار نمادهایی از فرهنگ و تاریخ تمدن ایران. مراسم آغازین نمایشگاهی از آثار تاریخی ایران در شهر چنگدو مرکز استان سیچوان چین. نمایشگاهی با عنوان سرزمین مهر. با توجه به ارتباط خوب بین ایران و چین، بین مردم دو کشور هم این ارتباط مستمرتر از گذشته برقرار بشه و انشالله یه سفیر فرهنگی این نمایشگاه برای مردم چین باشه. این نمایشگاه که با استقبال علاقمندان مواجه شده، اولین نمایش آثار تاریخی یک کشور خارجی در بخش بین الملل موزه سیچوان است. این نمایشگاه در معرفی فرهنگ و تمدن ایران به مردم چین بسیار موثره. خوشحالم که از اون بازدید کردم. فرهنگ ایران با فرهنگ چین در طول هزاران سال با هم در ارتباط بودند و این مسیر میتواند امروز هم ادامه پیدا کند. شگفت انگیزه 5000 سال قبل ایرانی ها به سطحی از نبوغ و پیشرفت رسیدند که چنین آثاری خلق کردند. این نمایشگاه فوق‌العاده است. هنر و فرهنگ ایران قابل ستایشه. در نمایشگاه سرزمین مهر آثاری شامل اشیاء فلزی، سفال، شیشه، پارچه، نقاشی‌های کهن و فرش به نمایش گذاشته شده. از مهمترین آثاری که برای اولین بار در نمایشگاه‌های بین‌المللی مورد بازدید قرار میگیره، ما میتونیم به گردنبند طلایی دوران ساسانی اشاره بکنیم. هزاره سوم قبل از میلاد، 5000 سال پیش ما شیء آوردیم تا 70-80 ساله اخیر دوران معاصر ما. همزمان با برگزاری این نمایشگاه، همایش و کارگاه‌های آموزشی با هدف معرفی فرهنگ و تمدن ایران نیز برگزار شده. این نمایشگاه پس از 2 ماه برگزاری در شهر چنگدو در شهرهای نانجینگ و گوانجو چین نیز برگزار خواهد شد. امیرشایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، چنگدو، چین.